در خبر جالبی نوشته شده که ده‌ها صراف ایرانی مرتبط با سپاه کثیف پاسداران جمهوری منحط اسلامی دستگیر شدند. در پی تشدید تنش‌ها پس از حملات جمهوری اسلامی، منابع آگاه به ایران اینترنشنال از بازداشت و برخورد گسترده با شبکه‌های مالی وابسته به سپاه پاسداران در امارات متحده عربی خبر دادند. بر اساس این اطلاعات ده‌ها صراف فعال در امارات که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران همکاری داشته و در انتقال منابع مالی برای آنها نقش ایفا می‌کردند بازداشت شدند. همزمان فعالیت شرکت‌های مرتبط با این افراد نیز متوقف و دفاتر آنها تعطیل شده است. به گفته منابع مطلع، مقامات اماراتی علاوه بر بازداشت‌ها بر شماری دیگر از صرافان احضاریه صادر کردند برای شمار دیگری و از آنها خواستند خاک این کشور رو ترک کنند. این تحولات در حالی رخ میده که همزمان با افزایش حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات، پیشتر نیز ایران اینترنشنال گزارش داده بوده که شماری از شهروندان ایرانی مقیم امارات که در خارج از این کشور به سر می‌بردند با ابطال ویزای اقامت خود مواجه شدند.